مثل ایران نیست که تو تا دکترا بعد زور بزنی و بخونی آخرش هم بری راننده اسنپ بشی. اینجا هلو چطوریم برو بچس؟ آقا اومدم یه پارک قدم بزنم، یادم افتاد یه نکته باحالی رو بگم. اینجا رو ببین روبرومه. خب اینا وسیله بازی بچه هاست. میری اونورتر، اون قسمت باز ادامه یه ویو 360 درجه بگیرم بعد بهت بگم قضیه از چه قراره. اینجا میبینی ساختمونا رو، هر جایی که یه مجتمعی هست مثل اینا معمولاً روبروش یه فضای سبز کوچولو درست میکنن. برای همین مثلا این پارکی که داری میبینی شهر بازی نیست یا پارک نیست به اون معنای پارکای توی ایران. یه پارک کوچولوه که اگه بچه کوچولو داری، زمانهایی که خونه‌ان نمیدونی چی کار کنی، چجوری سرگرمشون کنی، بیاریشون بندازیشون اینجا برای خودشون بازی کنن. بعد حالا ممکنه بگی خب چرا یه دونه بچه هم اینجا نیست؟ امروز پنجشنبه است. پنجشنبه ها مدرسه ها بازن دیگه. البته من یه توضیح قبلش از روزهای هفته بدم برات که خیلی گم و گیج نشی. اینجا هفته از دوشنبه شروع میشه. دوشنبه روز اول هفته است، بعد سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه روزای کاری هفتن، شنبه و یک شنبه روزای تعطیل هفتن. بله خوشبختن 2 روز تعطیلی دارن در هفته. بعد حالا دلیل این که اینجا الان شما هیچ بچه‌ای در حال بازی کردن نمیبینین اینه که روز پنجشنبه است و پنجشنبه ها هم روز کاری و مدرسه ها بازن. اینجا مدرسه ها از دوشنبه شروع میشن، سه شنبه هم هستن، چهارشنبه فقط صبحن، پنجشنبه کامل هستن، جمعه هم هستن، شنبه و یک شنبه نیستن. پس فکر کن دانش آموزا و کارمندا اینجا چه شانس بزرگی دارن. مثلا شما اگه بچه مدرسه ای باشی یا داشته باشی، شنبه یک شنبه که تعطیله. البته خوش به حال بچه هست نه خوش به حال پدر مادرش. یه ذره بشینیم اینجا. داشتم میگفتم یکم من استوب میکنم به خاطر اینکه کسی رد میشه، میخوام رد شن که بعد شروع کنم به فارسی حرف زدن. مدرسه رفتن، ثبت نام شدن در مدرسه اینجا از سن 3 سالگی اجباریه. ببین فکر کن پدر مادرها چقدر خوشبختن. از 3 سالگی بچه رو میذاری مدرسه، خودتی و خودت کل روزم. چون مدرسه ها مثل ایران نیست 8 تا 12 یا نمیدونم 8 تا 2 یا 12 تا نمیدونم 5 6، یادم نیست دقیقاً ساعت ها ما چه ساعت‌های مدرسه میرفتیم، ولی مثل اونجا نیستش. ساعتی که پدر مادرها بچه‌هاشون رو میبرن مدرسه تحویل میدن بین ساعت 8:30 تا 9. شروع رسمیش فکر می‌کنم 8:45 یا 9 باشه، 9 صبح، و تا ساعت 4:30 5 بعد از ظهرم مدرسه بازه. یعنی فکرشو بکن صبح بچه‌تو ساعت 8:30 اینا میبری تحویلشون میدیم. اونایی که شاغلن پدر مادرها مثلا بعد به محل کارشون برسن، حتی امکانه این که زودترم ببرن بچه‌شون رو مدرسه دارن. بعدش ساعت 4:30 5 میری تحویلش میگیری. اگر کار میکنی کار دیرتر از این ساعت هم تموم میشه که بچه مدرسه میمونه تا تو کارتو تموم کنی، برات نگه میدارن. البته با کمی هزینه ها، ولی خب میارزه. خیالت راحته دیگه از جای بچت. اینه که شما هیچ بچه‌ای بیرون نمیبینی. یعنی الان تو خیابون بری بچه‌های بین 3 تا 16 سال که ثبت نامشون توی مدرسه اجباریه، از ساعت مثلا 9 صبح هیچ بچه‌ای توی خیابون نیست تا ساعت 4:30 5 هم نیست دیگه. 5 در صورتی هست که یا دارن میرن از مدرسه به خونه، خب خونهشون نزدیکه، یا هم میبینی پدر مادری که رفتن از مدرسه بچه‌شون رو تحویل گرفتن. بچه مدرسه‌ای تو خیابون نمیبینی وول بخوره، همه مدرسه‌ن. مگه اینکه حالا یکی به دلیل موجهی مرخصی گرفته باشه یا دکتر حالا یا هر چیزی، خونه باشه بعد با پدر مادرش که در طول روز میرن بیرون بره بیرون. وگرنه در غیر این صورت اصلا بچه مدرسه‌ای شما بیرون نمیبینی. حالا شما نظرتو بگو، میپسندی این سیستمو یا خیر؟ از 3 سالگی بچه‌تو بذاری مدرسه تا سن 16 سالگی هم اجباراً باید بره
یعنی از 3 تا 16 پدر مادر موظفن بچه‌ها رو ثبت نام کنن. بعد از 16 به بعد دیگه موظف نیستن، ولی خب بهتره برای آیندهشون که برن درس بخونن. دیگه خیلی‌ها اینجا 18 سالگی پایان تحصیلاتشونه، چون مثل ایران نیست که تو تا دکترا بعد زور بزنی و بخونی آخرش هم بری راننده اسنپ بشی. اینجا خیلی‌ها از 18 سالگی تکلیفشون مشخص میشه که آینده میخوان چه راهی رو در پیش بگیرن. برای همین کسایی مثل ما مثلا تو ایران میبینی همه یه فوق لیسانسو دارن، خیلی دیگه پیش پا افتاده شده. اینجا فوق لیسانسو به چشم یه کسی که اوه مثلا دانشمندی واسه خودش نگاه میکنن. تا ویدیوی بعدی و توضیحات مفید بعدی، فعلا خدا حافظ خانم.